سلام بچه ها، نداشتن هستم. امروز دوباره یه دونه تکنیت گروهی براتون دارم. میخوایم ببینیم کلا برای کسانی که الان تو هیچ رابطه عاطفی نیستن، آیا اونا وارد با شخص جدیدی آشنا میشن یا وارد رابطه احساسی میشن یا نمیشن. نگاه میکنیم. ببین عزیزم، توی کارتا دقیقاً داره نشون میده که خودت یه حالت بلا تکلیفی داری و تو روابط عاطفی حالت بلا تکلیفی داری. تو هر رابطه‌ای که وارد میشی یا نمیشه، یا اینکه فکر میکنی میگی چرا باید برای من اینجوری باشه، چرا من نمیتونم یه جورایی واقعاً طعم خوشبختی رو احساس کنم و منم میخوام اون جفت احساسیمو پیدا بکنم. خب در شرایط بلا تکلیفی قرار داری و خیلی معلقی واقعا. اینجور که من دارم میبینم یه مقدارم انرژی منفی دور و برت میبینم عزیزم، ولی در کل من اینجا دارم نگاه میکنم که از 3 وعده به بعد، یعنی میتونیم بگیم بین 3 هفته تا 3 ماه نهایتاً میبینم که با شخصی، یعنی شرایطی به وجود میاد که تو با یه شخصی آشنا میشی و معلومه که اینجا نشون میده تو کارتا که تو باید خودت هم یه مقدار زمان بدی و این آدم رو بشناسی که ببینی آیا این آدم همونی هست که تو دنبالش هستی یا نه. یعنی شرایطی ایجاد میشه که تو با کسی آشنا بشی ولی باید زمان بدی و ببینی آیا این آدم واقعا از اخلاقی حالا شخصیتی به تو میخوره یا نمیخوره. امیدوارم که از این تکنیت نهایت استفاده را عزیزم کرده باشید. تا ویدیو بعدی و تا فرصتی بعد، خدا نگهدار.